بسم الله الرحمن الرحیم. سومین تفاوت شیوه کار تو سال 10 و 11 با سال کنکور در برنامه‌ریزی. برنامه‌ریزی فوق‌العاده مهمه. چرا؟ چون تو سال 10 و 11 به هر حال یه امتحانی دارید، میشینید برای اون امتحان میخونید، یادداشت برداری میکنید، بعضی یادداشت برداری عادت ندارن، میشینید چند دور میخونید، حفظ میکنید، همون اطلاعات رو میبرید سر جلسه، یکم فکر میکنید، یادتون میاد، مینویسید، امتحان میدید و تموم میشه. اما تو سال 12 بعضی آزمایشی میدن و از همه مهمتر سر جلسه دیگه با یه دونه درس مواجه نیست، با 7 تا 8 تا 10 تا 12 تا درس مواجهه. یعنی باید بین اینا اولویت بندی کنه، باید اطلاعات خوبی از همه درس‌ها داشته باشه. آدم وقتی میخواد به یه هدف برسه خیلی برنامه‌ریزی موضوعیت نداره، ولی وقتی میخوام توی 6 تا درس قوی باشم، حالا برنامه‌ریزی و بودجه بندی مهم میشه. حالا دیگه برام مهمه که بتونم چند تا درس رو با هم جلو ببرم. اینجایه که دیگه برنامه‌ریزی اهمیت پیدا میکنه. شیوه های برنامه‌ریزی، نکات مهم تو برنامه‌ریزی، چه اشکالاتی ممکنه تو برنامه‌ریزی برام ایجاد بشه، چه نقصایی تو برنامه‌ریزی داشته باشم. پس این هم یکی از تفاوت‌های بسیار مهم یک کنکوری با یه دانش آموز 10 یا 11. با ویدیوهای بعدی در خدمتتون خواهم.